بیایید که یک سوال نمایی و معادله‌ای با هم داریم که حل میکنیم. خب اینجا داریم 3 به توان x جمع 3 به توان x جمع 3 به توان x مساوی 27. یعنی که ما همینجا توان کار شده، یعنی طاقت هم یک معادله است. و چطور میتونیم قیمت x از اینجا پیدا بکنیم؟ از ما شما خواسته که قیمت x مساوی به چند است. خب خیلی پس ما چیکار میکنیم؟ فاکتور میگیریم یا مشترک گیری میکنیم. خیلی پس میگه داریم 3 به توان x جمع 3 به توان x جمع 3 به توان x. 3 تا چی داریم؟ 3 به توان x. خیلی میگیم 3 به توان x مشترک، یک تا، دو تا، سه تا. خیلی 3 تا چی داریم؟ 3 به توان x مساوی با 27 خودش. خب به خاطر از اینکه ضریب 3 به توان x از بین میره، چی میکنیم؟ اطراف تقسیم 3 میکنیم. خیلی 3 با 3 خلاص میگیم 3 به توان x مساوی با 1 3 3 چند 3 27 9 3 27. یعنی ضریب زبان را اگر یاد داشته باشی میفهمی 9 3 27 میشن چند 9. پس میگیم در نتیجه اینجا داریم اول فعلا 3 به توان x، اینجا داریم چند 9. میگیم خیلی 3 به توان x خودش مساوی است با این نوشته کرده میتونیم 3 به توان چند 2. فعلا میبینیم قاعده با هم چی است؟ مساوی است. از قاعده وقتی که با هم مساوی قاعده صرف نظر چی میشه؟ قیمت x مساوی است با 2. یا میتونیم بگیم که اینی 3 با 3 خلاص.